الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء كتاب من عند الله مصدقا لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرین. در آیات گذشته قرآن کریم به تخفیف یهود به خاطر کفر و بهانه‌جوییشان در برابر پیامبر اسلام علیه السلام پرداخت. آیه تلاوت شده مرحله عمیق‌تر از نفاق و عناد یهود را بیان می‌کند. اینکه آنان پیامبر اسلام را می‌شناختند و برایشان دعا می‌کردند و حتی از شام آمدند به خیبر و در مدینه منوره جای به جای شدند و در جنگ‌ها به نام او از الله متعال طلب نصرت می‌کردند، ولی چون پیامبر آمد او را انکار کردند و این انکار جهل نبود، بلکه انکار از سر شناخت و عناد بود، لذا سزاوار لعنت الهی شدند. انان الله می‌فرماید ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، و هنگامی که کتاب از سوی الله برایشان آمد، یعنی قرآن، که تصدیق کننده کتابی بود که با ایشان بود که تورات است. و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، و در حالی که پیشتر یهود برای پیروزی بر کافران با آمدن این پیامبر استغاثه می‌کردند. بعد فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، و چون آنچه را شناختند بر ایشان آمد و آن کفر ورزیدند. فلعنت الله علی الکافرین، پس لعنت خدا، نفرین الله بر کافران. در این آیت می‌بینیم که فلما جاءهم کتاب، طبیعی است که مراد از کتاب قرآن است که از سوی الله متعال نازل شده و تصدیق کننده کتاب‌های پیشین است. بعد تعریف قرآن کریم خب انشاءالله کل ما اتفاق داریم که قرآن که اگر از قرأ بگیریم و معنای کتابی که خواندنی است و تلاوت می شود، و اگر از قرأ بگیریم و معنای کتابی که جامع حقایق است، و اگر تعریف اصطلاحیش کنیم میگم قرآن کتاب منزل الهی است توسط حضرت جبرئیل امین علیه السلام در مدت 23 سال بر قلب مطهر حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و سلم نازل شده، در حالی که در سینه ها محفوظ و در صحف نوشته شده است و برای ما به نقل متواتر بدون شبهه رسیده و توسط آن عبادت صورت می‌گیرد و منهجی برای ارتباط زیبا با الله و با خود ما و با مخلوق است. بنابراین فلما جاءهم کتاب، مراد از کتاب قرآن شد. ایت کتابی که مصدق لما معهم، یعنی قرآن با آنچه در تورات و انجیل آمده مطابقت دارد و آن را تایید میکنند، خصوصا درباره بشارت و آمدن پیامبر خاتم علیه السلام. و یستفتحون، میبینید که فتح یعنی درخواست گشودن یا پیروزی، در اینجا یعنی از الله متعال طلب نصرت و غلبه میکرد. در لغت استفتاح و معنای استنصار، طلب یاری هم آمده. فلما جاءهم ما عرفوا، یعنی پیامبری که از او نشان داشتن و اوصافش را میفهمیدن و در کتابشان آمده بود، باز چی کردن؟ با وصف شناختشان انکار کردن. فلعنت الله علی الکافرین، و لعنت به معنای طرد
از رحمت الله و در اینجا اشاره به عاقبت گناه بزرگ انکار حق است و آن هم پس از شناخت آن. امام قرطبی رحمت الله علیه در این آیه تلاوت شده نکات بسیار دقیق و زیبایی را دارد و خواستم که او را برای شما شریک بکنم. میگوید که مراد از کتاب قرآن کریم است و مصدقا لما معهم به این معناست که قرآن حقانیت آن بخش از تورات و انجیل که تحریف نشده تایید میکند. سپس میگوید که در مصحف ابی بن کعب مصدقاً به صورت منصوب آمده و حال است، در حال. در ادامه میگوید که یستفتحون تبیین دقیق می آورد، میگه الاستفتاح در لغت به معنای طلب فتح و در سیاق این آیه به معنای طلب پیروزی از الله متعال به واسطه دعا و ذکر نام ما است. و دو حدیث مشهور را نقل میکند که از جملهش حضرت حدیث سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه و ارضاه امام نسائی روایت میکند. پیامبر ما علیه الصلاة والسلام میفرماد انما ینصر الله هذه الامه بضعفائها بدعوتهم و صلاتهم و اخلاص. الله متعال امت اسلامی را با ضعفایش، با ضعیفایش اینا را کمک میکنه و نصرتش میکنه. به دعوت مردمای ضعیف، بیچاره، بیپول، بیدارایی، آنانی که کشفش زیاد ندارد، به دعای از اینها، به نماز از اینها و به اخلاص از اینها الله متعال لشکرهای مسلمانان را کمک میکنه. اینان الله این امت را تنها با واسطه ناتوانانشان یاری میکنه. حدیث دوم از حضرت ابودرداء رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمود ابغون الضعفاء فانکم انما ترزقون و تنصرون بضعفاء. برای من ناتوانان را پیدا کن، بجویید، چرا که شما به واسطه آنان روزی داده می شوید و یاری می شوید. و این حدیث را ابو داود، امام احمد و سنن نسائی و ترمذی روایت کرد. بعد از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نقل می کند که یهودیان خیبر در جنگ با غطفان وقتی که شکست خوردن، پس به درگاه الله دعا کردن اللهم انا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا ان تخرجه لنا في آخر الزمان الا نصرتنا عليهم. ببینید که در اینجا یعنی خدایا تو را به حق پیامبر امی که وعده دادی در آخر زمان برای ما بفرستی، سوگند میدهیم که ما را بر دشمنانمان پیروز بده. و الله متعال هم دعایشان را مستجاب کرد تا زمانی که همین پیامبر آمد و آنان را شناختند ولی از روی حسد و تکبر کفر ورزیدند. این است معنای فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. وقتی که پیامبر با این شناخت بسیار قوی که داشتن، وقتی که آمد کفروا به، حسدن و عنادن، انکار کردن. میگفتن که علی پیامبر چرا از نسل ما نیامد که از عرب آمد. در پایان آیه عبارت داریم لعنت الله علی الکافرین، نه تنها تاکید بر خباثت رفتار یهود است بلکه تاکید بر عذاب الهی برای کسانی است که با علم آگاهانه با حق دشمنی. قرطبی میگوید که در این آیه ولما جاءهم کتابون جمله به صورت شرطی آمد. در عربی وقتی میگویم وقتی فلان چیز شد فلان نتیجه پیش آمد، و این جمله شرطی میگوید. اما در اینجا یک نکته جالب است که جمله شرطی یعنی اول، یعنی ولما جاءهم کتاب من عند الله، وقتی کتابی از طرف الله به آنها رسید، ولی پاسخ این شرط بلافاصله گفته نمیشه بلکه دوباره شرط دیگری مطرح می شود ولما جاءهم ما عرفوا کفروا به. پس وقتی چیزی آمد که آن را می شناختند آن را انکار کرد. یعنی در حقیقت جمله دوم فقط شرط دوم نیست بلکه جواب شرط اول هم است.
یعنی هر دو شرط در نهایت یک پاسخ دارد که کفروا بهی، انکار کردن با آن. و این تکرار برای است که تأکید شود آنها عمدن و با شناخت با دشمنی با حق پرداخت. بنان این آیه پیام های اساسی برای امروز ما هم دارد. یکی که دشمنی یهود با پیامبر اسلام از روی جهل نبود، بلکه بر اساس حسد، خود بزرگبینی، تکبر بود. آنان حقیقت را خوب میشناختند اما زیر پای گذاشتن حق را، و این بدترین نوع کفر است. الله متعال همین را لعنت کرده و فرموده لعنت الله علی الکافرین و لعنت الله علی الکافرین. دیگری که گاه انسان ها برای پیروزی خود از الله یاری میخواهند، ولی وقتی ابزار نصرت الهی در قالب حق و دعوت حقیقی در برابرشان قرار میگیرد، با جای تسلیم دشمنی می و این مصداق ناسپاسی نسبت به اجابت دعا است. از احادیث یاد شده در تفاسیر به این عمق دست پیدا میکنیم که قلب خالص اهل فقر و اهل اخلاص نزد الله متعال بسیار عزیز است و آنان با دعا و نمازشان مایه برکت در جامعه ماست. امروز امت اسلامی باید بداند که اقتدار واقعی در اخلاص، در توکل و فقر الله نهفته است، نه در ابزار دنیوی، نه در ابزار سیاسی، نه در کشمکشی که ما در کش است. من میخوام یک چیزی بر شما بگم. من وقتی که فارغ میشدم کتاب نوشته کردم در باب تصاویر فوتوگرافی از دیدگاه اسلام و این در حقیقت مونوگراف فراغت می و بسیار بعد کوشش کردم یک چیزی ترتیب شد. بازی را برای استاد بزرگوارم شیخ عبدالرحیم خنجانی رحمت الله علیه به او دادم که یک بار ببیند که این کتاب چطور است. او مبارک وقتی که کتاب مرا دید، یک هفته دو هفته بعد کتاب به ما داد، تقریض نوشته کرده بود به شکلی که کتاب بسیار زیبا جامه بندی شده، بسیار زیاد عبارات زیبا آورده شده و به می شکل کلیشه جواب دادم. محتوای کتاب را تایید نکرد. بعد یک 6-7 ورق بود که انشالله او را من آلی هم نگاه کردم که خودم ایرم برم داد. گفت که ایره بخوام. ایره گرفتم، وقتی اتاق رفتم ایره میخوانم، برم گفت که ببین تو بسیار زیاد تلاش کردی که ثابت بکنه که مدیا، تلویزیون و این چیزا در نشر دعوت اسلامی رول اساسی داره و اسلام پیش میبره. بسیار سرزی چرخیدی، در حالی که این طرف احادیث داری که از تصویر و چیزا منع شده. خوب ایره بدان که پیشرفت ما، قوت ما، دعوت ما در اخلاص ماست، در فهم صحیح از دین ماست و در صفاتی است که همانا او را در خود بیاریم. او صفات چی است؟ یک انسان مؤمن باید صادق باشد، باید امین باشد، با وفا باشد و شجاعت از این داشته باشد که خطاهای خود را قبول کند و بپذیرد. هرگاه در ما این صفات آمد، بعد از او پیام شما به مراتب از این مدیا با سرعت بر قلوب مردم جای میگیرد و وقتی که در قلب جای گرفت جوارح تسلیم میشه. بنابراین هیچ کدام ما نیست و در جامعه انسانی که از اسلام خبر نداشت، ولی وقتی که اسلام را در قالب ما میبیند از اسلام فرار میکنه. این مسلمانی که دروغ میگه، مسلمانی که خیانت میکنه، مسلمانی که خودش به مسجد نمیره، مسلمانی که خوب میفهمه که این کار حرام است، کلا در امو میچرخه
آیا جواز داره خانه بگیرم صاحب؟ چی فرق میکنه که میگیرم؟ تلاش میکنه که یک خانه را بسود بگیرم. خب دروغ میگد حالا به نام پولهایی که از حکومت ها میگیرن، میگه من کار ندارم، در حالی که بیرون کار میکنه، غلطی میکنه. نه دینی مسلمان ها هستن که اگر این دین به این شکل مردم های منافق و دروغگوی را تقدیم جامعه بکنه، ما چی خیری دارون؟ چه خیری دارون؟ بنابراین برای ما ای آیه، ای حدیث ای را داد که انسان که اونا ای صفات داشته باشن، اخلاص داشته باشن، صداقت داشته باشن، وفا داشته باشن و شجاعت داشته باشن که قضایای درون خود را که غلط است او را خوب جلوانند. بعد از اون کامیابی از ماست. هرگاه این صفات در ما نبود، طبیعتا ما میریم به صفات یهود و نصرانی ها. اینان صادق نیستیم، با وفا نیستیم و امین نیستیم و شجاعت از را نداریم که غلطی خود را بپذیریم. و چگونه خدا ما را کنیم؟ منان درست است که میدیا است، درست است که همه چیز است، ولی هیچ تغییر در قلب ما نمید. هیچ احساس لذت نمی کنه از عبادت، احساس غرور نمی کنه، احساس اطمینان نمی کنه. هر بادی که بیای ما رو میجه. بنان بالاخره اگر شناخت حق بدون پذیرش و تسلیم که موجب لعنت خدا بر یهود شد، چه بسا مسلمانان که حقیقت را میدانند ولی برخلاف آن عمل میکنند نیز در معرض همین خطر قرار میگیرند. شناخت دین، دعوت و سنت پیامبر اسلام علیه السلام اگر با اطاعت همراه نباشد حجت بر انسان است. از این خاطر پیامبر علیه السلام میگه که القرآن حجت لک او علیک. قرآن کریم تو کتاب است، گاهی برای منفعت خودت حجت است، تو را نجات میده و به علیه گواهی میده. و این نکته ای است که در آیت برای ما شما داده شد. بعد الله میفرماید بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرین عذاب مهین. در آیه گذشته روشن شد که یهود با وجود شناخت پیامبر علیه السلام انکار کردند. در این آیه علت انکار را بیان میکنند که او چی از حسد نسبت به فضل الله که بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم داده شد. آنها نمیخواستند نبوت از قوم بنی اسرائیل خارج شود و به عرب داده شد، لذا با علم به حق آن را رد کردند که کفر و حسد نتیجه جز لعن و خشم مضاعف الهی نداشت. بنابراین الله میفرماید بئس ما اشتروا به انفسهم، چه بد بهای دادن برای جانهای خود ان یکفروا بما انزل الله، که به آنچه الله نازل کرده بود فرو فرستاد کفر ورزیدند. بغیا ان ینزل الله من فضله، از روی حسادت نسبت به اینکه چرا الله متعال از فضل پیش را داد علی من یشاء من عباده، به هر کس که از بندگانش بود. و باءوا بغضب علی نازل کرده، پس آنان گرفتار خشمی بر خشم دیگر شدند. وللکافرین عذاب مهین، و برای کافران عذاب خار کننده خواهد. بنان در این آیت هم میبینیم که مفردات کلمات است. بئس ما، امام قرطبی که بئس فعل است برای بیان نکوهش یا استیفای ذم مانند نعمه برای مدح است و در اینجا بئس برای ذم. در هر دو 4 لهجه را عربا پیش کردن: بئس، بؤس، بأس، بئس. یک کل گفتیم. سبوای میگم ما در اینجا فاعل بئس است، بئس ما، و تنها بر نکره یا اسم جنس داخل می شود. بر این مبنا که تقدیر جمله تو می شود بئس الشیء الذی اشتروا به انفسهم، بدترین چیزی که اینها اختیار کردن برای خودشون.
فرا و کسایی میگه که بئس ما را یک ترکیب اسمی مرکب همچو حبذا دانسته، ولی این قول را صاحب تفسیر آیات الاحکام که قرطبی است رد میکنه. اشترا در عربی می شود به معنای خریدن یا فروختن، هر دویش باشد. یعنی اشترا از جمله الفاظ ازداد است، هم به معنای خرید و هم به معنای فروش، هر دویش می. در این آیه معنای آن اختیار کردن و ترجیح دادن است، یعنی بد چیز را برای خود برگزیدن، چون به جای ایمان کفر را انتخاب کرد. بی انفسهم مفعول دوم فعل اشترا است، یعنی جان خود را در برابر بهای ناچیز که کفر بود معامله کردن، خود را از سعادت ابدی محروم ساخت. بغیان میبینیم که بغیه به معنای حسد است و امام قتاده و سده میگه که و اصلا مصدر است. بعد اسمعی نقل میکنه که بغی الجروح یعنی زخم فاسد و متعفن شد و این نشانگر باد فساد و تجاوز این واژه است. بناهن چون زن وقتی که از حدود الهی را که الله برش تعیین کرده او را مشکنانه و به طرف زنا و زناکاری پیش می رود، او را زناکار را بغی می کند. ان ینزل الله در محل نصب امام قرطبی به معنی لاجل ان ینزل الله می کند. یعنی کفرشان از روی بغی نیست، از روی بغیه نسبت به این بود که الله چرا فضلش را به غیر عرب فروخت است. تکرار میکنم، لاجل ان ینزل الله، از این خاطر کفر ورزیدن که چرا خداوند متعال آخرین پیغمبر را و آخرین کتاب را در غیر عرب در عرب قرار، چرا در مایل قرار. و در قرائت ان ینزل الله این هر دو ان ینزل الله ان ینزل و تشدید و با تخفیف هر دویش خوانده میشه و ابن کثیر و ابو عمرو این را تخفیف خوانده. فباء با در عربی به معنای بازگشت با چیزی است و غالبا در مورد شر به کار می‌برد و اینجا یعنی آنان بازگشتن در حال گرفتار خشم الهی شده بود. و باء بغضب علی غضب، غضب در قرآن کریم غالبا به معنای عقوبت می‌برد و می‌بینیم که دو نوع غضب در اینجا پیش میشه. یکی غضبی که انکار حق بکن، دوم ای که در برابر حق ایستاده هم شد. از یک طرف دیگه یکی که یک طرف تحریف حق، یک طرف هم در مقابل حق ایستاده شدن. فباء بغضب علی غضب و لهم عذاب مهین، هون به معنای خاری و این عذاب با عذاب مؤمن گناهگار تفاوت دارند، چون برای کافر مهین و جاودانه است، در حالی که عذاب مؤمنین برای تطهیر و تمحیص است. و می‌بینیم که این آیه نشانه سقوط اخلاقی و دینی بنی اسرائیل را برای ما شما رو معرفی می‌کند. آنان حقیقت را شناختند، اما چون پیامبر از نسل آنها نبود به خاطر حسد و تعصب قومی کفر ورزید. پس هر کسی که مثل یهود اما تعمل بکنه فقط به خاطر قوم، به خاطر سم، به خاطر حزب، به خاطر امیق موضوعات بدبخت حقایق را رد میکنه، منافع ملی کشور را رد میکنه و با احترام نمیگذاره و با او بغضب علی غضب و لهم عذاب مهین، حتما در پیش رویش خواهد. بعد میبینیم که بئس ما اشتروا به انفسهم با ادبیات تیز و مؤثر کفر آنان تقبیح شده و اشاره شده که این بدترین معامله است، فروختن جان به بهای حسد و کفر.
بغضب على غضب. امام ابن عباس رضی الله عنه و ارضا میگه که خشم اول به خاطر عبادت گوساله بود و با او بغضب، و خشم دوم به خاطر کفر با پیامبر اسلام علیه السلام. اکرامه میگوید که خشم اول برای کفر به حضرت عیسی علیه السلام و غضب دوم برای انکار به نبوت محمد صلی الله علیه وسلم. و با او بغضب علی غضب. سعید از قتاده رضی الله عنه روایت میکنه که اولی به خاطر کفر به انجیل، دومی کفر به قرآن. چرا؟ یهود به انجیل هم منکر شد، به حضرت عیسی علیه السلام منکر شد، اونا قبول نکرد. و قول دیگری است که مراد دوام غضب و شدت حال است، یعنی مقصود شدت خشم الهی است، نه الزاما دو غضب جدا. یعنی سوم نظر شد وقتی فبا او به غضب علی غضب، هدف چی شد؟ هدف شدت خشم، نه الزاما که دو نوع غضب نازل شده. امام طبری میگوید که نؤمن بما انزل علینا، مراد از این عبارت تورات است. سپس میگوید که آنان به سبب حسادت و تعصب قومی قرآن را انکار میکرد، با اینکه میدانستند. و درباره فلما تقتلون انبیاء الله همین کار را ذکر میکنه که خطاب ظاهرا و معاصران پیامبر ما علیه السلام است، ولی حقیقتا در نکوهش نیاکان بنی اسرائیل هم. بعد میبینیم که امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه میگه که آیه شاهد میداند برای که ایمان بدون عمل کافی است. الله متعال اعمال ما شما را اصلاح بکنه، توفیق مزید عبادت را نصیب ما شما بگرداند و رب العزت و لطف کرمش ما را در محور حق قرار بده و زیبایی را نصیب ما بگرداند. و این آیه در حقیقت برای ما این را میرساند سقوط معنوی ناشی از سوداگیری با ایمان است. قرآن کسانی را که کفر را به جای ایمان برگزیدند اشتروا به انفسهم مینامد، یعنی خود را فروختند و این بدترین آن است. و این آیه تصویر زنده و روشن از سقوط معنوی کسایی است که به جای تسلیم در برابر حقیقت خود را محور قرار داد و هنگامی که فضل خدا به دیگران داده شد به جای شکر حسد می‌ورزد. چون کسانی که نه تنها از فضل الهی بهره مند نمی‌شوند بلکه خشم و محرومیت الهی سرشان نازل می‌شود. یعنی به این معنا که درست است ما جهاد میکنیم و جهاد یعنی در محور ما باید بچه، کمانده ما را باید بپذیریم. اگر امر ما نبود در حقیقت نیست. و بالاخره عذاب مهین نشان میدهد که برای کافران نه تنها درد بلکه خاری ابدی در پیش است. و این برخواسته از خصلت درونی است که چیز کبر، حسد و لجاجت در برابر. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب العالمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم أكرم نزلهم ووسع لهم في قبورهم. تقبل اللهم حسناتهم يا رب العالمين وزد في حسناتهم يا ذا الجلال والإكرام، وتجاوز عن سيئاتهم يا حي يا قيوم،
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.